صراط المنزل صبح صفا هر کجا روی آوری اینا فتحنا از خفا فوق بردار ملک اینا مدینا از خفا رهبرتا خرز مدد جابتا علی یارتا خدا سر تا سر به استاد زیبا بگید تا به بلا بابا هر جایی که بوده چی صحبت والا 100 ساله شوید اگر ما تکلیف کنید هممون میبریم ما نیت میکنیم بیننده‌های محترم ما حالا در دهه ستخون زادگاه مناظره خیری حضور داریم و من در نزد چشمه آب شفا نشستم و از روی گفتار این برمیاد که آب این چشمه به نهایت آب زلال است و آب شفا بخش است و هر شخصی که از این آب می نوشد اگر دردی داشته باشد حتما به آن شفا می شود. از این لحاظ در اینجا بنیاد کردن یک استراحتگاه طبابتگاه از طرف مناظره خیری به آن وابسته است که این چشمه شفا است. و خدا کند که امروز 28 مای سال 2012 ما در همین سناتوری مناظره خیری در نزد چشمه آب شفا حضور داریم و امروز روزی افتتاح این استراحتگاه بود. خدا کند که بعد چند سال 5 سال 10 سال اینجا به یک بزرگترین استراحتگاه طبابتگاه تبدیل یابد و مردم نه تنها تاریخ‌ها از تمام دنیا آمده از این آب شفا نوش جان کنند و طبابت یابند. فرزند بزرگ داره، فرزند هم به نهایت نامور است. خدا متعال صد بسازه. زنده باشه، زنده باشه فرزند. رحمت کنم. رحمت.
dolar mı? Buna acıyor. Ne görüyorsun? Hani bir cinsiyet konuyu ben. Hani bir çok tutan proje, yani bir çok olacak tabii. Arka joy kuruşu reklamı Abi. mıknadı. Kabul, vay. Vay. Kabul yak şey doşet ki, der buraya deha. Yani yak bunu giyelim. Yak misre zakale maz oldu ki yolam nes Bak kaldı. kılıçı memnun yak misre giyer ve şimdi yok emo. Zapis tutunat mı? Kazakistan mı? Mozi. Ne amin jotun nazar. دیهام فتخین عجایب نازنین هست خود یک جنتی روی زمین Vay şame yok. بعد نشد بعد میکنیم دوام استاد شما همون نام چرا در صحبتون روشی شد که نیت دارم در اینجا نمیتونم مرکز تشکیل کنم بعد میتونم با آقای مرکز کنم Aa, homeşa. در اینترویو با یک مقصد مرام دارم که بعد ساختمان همین بنای دو قباده در اینجا مرکز عمومی جهانی سالمی طب روحانی و توریسم تشکیل کنیم در اینجا ما مردم آموزونیم تا مردم سوی دانششون مهارت طبیشون بلند نشود دیگه در روزمره نمیشه هر چقدر مردم در سایه طب دانششون بلند شد اکولوژی نستر دانن طبیعت دانن مناسبت با طبیعت دانن در اون وقت اونها دراز عمر میبینن کمتر بیمار میشن این به نفع ملت و خلق میشن برای که از جهت اقتصادی هر یک آدمی که بیمار شد اگر حساب کنید یک سال بعد 1000-2000 دلار باید صرف کنید اگر بیمار نشد این برای پیشروی زندگی و برای جمعیت فایده کلام میده موافق قراردادها چیزی که در امریکا اونها تحلیل میکنن 850 میلیارد از صبح وقتی که آدما بیمار نمیشن بودجه دولت به فایده میگیره وقتی که بیمار شدن این فقط برای اون صرف تبابات و دیگر چیزا میشه استاد این مرکز رو شما با کمک کسی تأسیس میکنید یا با تشابه خودتون البته ما حالا با تشبث خودم تشکیل کرده ایستادم و اکنون کسی که در خواهشمند باشد و کمک کردنی باشد آینده ممکن من همین طرف با یک دستگیری بعضی رفیقا که برنامه ها قطعی زیادتر شوند مثلا ما حالا در حدود 30 خط ساختنی هستیم دیدید که خیلی جای خوشمنظره بود هوای نز دارد آبهای شفابخش دارد لایه‌های شفابخش دارد اگر از طرف صاحب کاران از طرف حکومت جمهوری دستگیری کرده البته این زیادتر میشه در چکلی که ما دستوراتی کنیم همون زمرت هم اول از جای ما خوب خیلی خوب بود مرزا عالمش یادشون بخیر شد یک برادری نزدیک من بودن دکتر که اونجا سر کردن دیگه امروز اونجا کار کردن خدمت کردن راحت دیگر آدم ها دیدی ساده است و منم فکر میکنم آنچه که من در آینده میسازم همطور میشد البته ما باید کوشش کنیم که یک گوشه تاجیکستان رو آباد کنیم و پرزیدنت هم در بسیار برآمدهای خود میگم که اگر هر یک مردم تاجیک پولدار شود در خارج کشور البته آماده یک گوشه تاجیکستان وطن خودش دهه خودش رو آباد بکنه و مقصد مرام ما هم همین است که مردم دهه جای دور بنروند مثلا اگر امروز گویم خواجه گرم روند یا شنبری روند یا جای دیگر چقدر مبلغ میسن در پیش خانه خودشو در راه مبلغ نمیسپرن مثلا هر روز آماده توبت گرفته خانه شو رفته اومد کردن شما ممکن است یک اقدام خوب است که باید که تمام جمهوری دستگیر کنند تمام آدمای صاحبکار باید دستگیری کنند و مبلغ گذاری کنند با سود بگیرند سلامت باشید چطوری که شما میدونید آینده ما از نسل‌های آینده ما وابستگی دارد کودک‌های آینده ما باید طبیعت حفظ کنند اکولوژی نگاه بکنند و سال گذشته با تشبث من و دستگیری بچه‌های مکتب همین دهات ما در همین منظره 65,000 بیغ شیری کمال شنوندیم که امروز مثلا مشکلی که میگویم پیرولا از اون من داروی سال کردگی هستم و اگر ما همین آینده و همین نقشه داریم که مثلا همین جایی که این کمیسور هست اگر رئیس ناحیه حکومت جمهوری دستگیری کند همین باغ مکتب تشکیل کردن ممکن اینجا فقط درخت‌های شنونیم درخت چهارمغز درخت سیب، گیلاس، آلوچه نظر اون بنده که 5-10 بند علف میگیرن فایده زیاد میبرد و طبیعت خوشرو میشه و در آینده ما که با علمای زیاد کار میکنیم من این کوه‌ها که میدونید که یگان چیزی سبز نمیروید حتی درخت‌های هستن که اونها در جای خشک مثلا در عربستان هم خیلی درخت‌ها هست ما باید اون درخت‌های آموزیم همونجا آورده شلونه وقتی که اگه اینجا هم خیلی یک جنگل باشد من فکرم از این بهترین جا نمیشد بهشت روی زمین همینجا میشه قبول هم مراجعت کنید من مراجعت هم همین که علاقه گفتم در موقعی با جناب عالی که تمام مکتب‌های صنف‌های بالای خوانندگان صنف‌های بالای مکتب‌ها دانشجوی
بخشی بیولوژیا، داروشناسی، انستیتوت طبی، انستیتوت اگراری، همینا در وقت تعطیل با کارکرد جمع‌آوری گیاهای شفابخش سفربر کرده شوند. گیاهای جمع‌آوری کنند. البته جمع‌آوری کنند چیزی که میگوید دنگی، توار دنگی، یعنی که آنها محصولات دارند و میفروشند. یا مبلغ پیدا میکنند و مثلا بسیار آدم‌ها حاضر می‌خواهند که کارکرد گیاهای برای همونن ما مثلا خریده میگیریم. البته این یا مبلغ برای مردم دهات میشد که اقلا 10 خلطه اور میخرد، 5 خلطه اور میخرد، یک گوشه زندگی چه میبینه. برای من دعوت میکنم تمام مکتب بچه‌ها، تمام مکتب‌ها از آن جمله ما رئیس ناحیه عینقتی رستم رحمت گفتیم مصلحت کردیم که بعد گذراندن کنگره این کس تمام دیرکتورای مکتب معلمای بیولوژی دعوت میکنم. من اینها با یک لکس میخونم و طلبه‌های مکتب ناحیه عینی برای جمع‌آوری گیاهای شفابخش سفربر کرده میشن و در نوبت خود البته که اونها جمع‌آوری کردن ما باید خریده گرفته به اونها یا مبلغ دهیم و کارکردش شما. اندیشه ما سوال به توجهی و فرمون شدن رستنی گل گیاه شفابخش ندانستن ماهیت همون رستنی و همون گل گیاه است. همین سمت چطور کردن در کار که بچه‌ها از این آگاهی کنند؟ سوال نازدید. امروز هر یک مردم تاجیک بیمار میشد رو به داروخانه میمونن در اونجا حساب میونه از 100 تا 500 سومونی دارو میخرن. لیکن میگم میتونن که یگان مبلغ گذاری نکرده با همین گل و گیاهایی که در همینجا هست برای خودش اخل ذخیره کنن. مثلا برگ چرمه است. ما در چایی که در ترکیبی برای کسل‌های جوهر استفاده میبریم هست. برگ شفتالو تمام کرمای نیست میکنن. میتونن که همون گلیستگون یعنی که برای گیجران و دیگر چی استفاده کنن. درخت من اینجا دیده درخت‌های زیاد برگ هست. مثلا برگ زردالو اینجا پوسیده میرد نه که در داروخانه‌های رسی استفاده میکنن برای بیماری‌های دیل. اینا برای مردم فهمو دادن معرفت برداشت. اگر هر یک نفر روزی 5 کیلو جمع کند یک ماه با 150 کیلو. دوسمی هم اگر نرخ چکنه چی بود عمومی خیام فروشد 300 سومون میشه. اگر 4 ماه جمع کند 1200 سومونه البته به همون بودجه اویله یک فایده کلام میشه. حاجت رسی رفته عذاب کشیدن در راه بسیار چیزا هست نیست. برای این باید حکومت جمهوری تاجیکستان علمای دستگیری کند، اونهای مبلغ گذاری کنند که اونها کار کنند. اصلا ما امروز کنگرس بین الخلقی گذراندیم از طرف یگان تشکیلات ما دستگیری نیافتیم، فقط از طرف تشکر زیاد همین طبیبای خلقی علمایی که میل و رغبت نسبت تاجیکستان دارن، نسبت کارکرد گیاه خودشون مبلغ گذاری کرده، خودشون اومدن مبلغ راه دادن، جای خوب دادن، خوراکش دادن و ما همین اساساتی ما همین چیزا پیش بریم. راه به پیش بریم که آینده مثلا هر یک صحبتی ما با علمان، هر یک نشانه ما برای جمعیت ما کمک زیاد خواهد کرد. اینجا کتاب شما نام برآمده است وعده دراج زولکا محتوای همین کتاب از چی عبارت است؟ البته این کتاب سال گذشته دست شده بود و اولین کتاب من در جلسه که پرزیدنت 15 ینور با صاحبکارا داشتم تحفه کرده بودم و وزارت آب خواهش کرده بودن که این کتاب شما پیش از کنگرس ما چاپ میکنیم به مردم پیشکش میکنیم. لیکن افسوس که اونها با وعده خود وفا نکردن. ممکن گپ میدوره تو من با مبلغ خودم این کتاب چاپ کردم و وزارت آب گفتم که اگر خواهید که در کنگرس این کتاب تحفه کنید به مردم از ما خریداری کنید. حاضر قانون همین هست. اگر که دستگیری نشد ما مثلا مبلغ گذاری کردیم چاپ کردیم اینا به مردم میفروشیم. هر یک آدمی سالم عقل اگر این کتاب خواند کسل نمیشه. باور کنید برای چی من همین جای انتخاب کردم؟ چون که وقتی که من ادبیات‌های جهانی خوندم اونجا 22 مونوگراف استفاده شدگی و همین آب‌ها نسبت به دارویی که ما در حجم $1000 $2000 می‌خریم آبی عادی فقط تکنولوژی نوشیدنش به مردم پیشنهاد کردن در کار و من باوری دارم که همین آبی که از این چشمه از اینجا می‌گذرد در آینده در تمام جهان مشهور میشد و این آب آینده به شهرهای عربستان از جمله به مملکت‌های عربستان، ترکیه دیگر جاها میره. چون که سلامتی از همه چیز نادر هست و این آب‌هایی که در دهه ما هست خصوصی خوب طبابتی دارن از جهت شیمیایی، از جهت تازگی اکولوژی و برای بچه‌های مکتب باید ما فهمونیم که اونها همین طبیعت افراز نکنن. خلق اخلاق‌های نپرتون، بطولک‌های نپرتون. اگر تازه نگاه دارد البته این آب نوشاکی هم به خودش فایده می‌برد هم به مردم آینده. برای این کتاب در عرفی کنگرس بین‌الخلقی آب چاپ شد و انشاءالله این کتاب در مثلا بروسه ما یک شرطنامه بستیم با عددی 50000 تیراژ این در رسته چاپ میشه. لیکن در تاجیکستان میرو ما همه 1000 دانه چاپ کردیم و با دستکاری قربان سفاروف مدیر بخش فرهنگ دستگاه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان این کتاب
و اتفاق نویسنده ها پیشکش شد که من خیلی وقتم کمتر بود با زبان تاجیکی ترجمه کنم و دسترسی مردم تاجیک کردم. مثلا قربان رحمانوف خیلی وقتی که این کتاب خوندم گفتم برادر بعد این کتاب خوندم من بدور خودم شفا یافتم آب نوشی قطعی و باید که ما این کتاب تاجیکی کنیم که مردم ما یک کتاب قطعی بسیار داروخانه‌های روز بکنن با آب طبابت میکنن و شفا می‌یابند. برای همین این کتاب باید دسترسی هر یک خاندان مردم تاجیک گردد. این خدمت من برای مردم تاجیک و برای تمام مردم دنیا، برای که این فقط از تاجیکستان آب امروز چقدر که پرزیدنت ما مسئله آب تازه برداشتن همه 3% آب نوشابه در جهان هست. هر سال 4 میلیون مردم کهنسال 20 میلیون کودک‌ها از نرساگی آب و آب‌های افلاس می‌میرند. مثلا امروز اپیدمی سود، تیف، بیماری زرفرمی دیگرها با واسطه آب داده می‌شود. و اگر ما پیش راه این مسئله نگیریم البته این یک کاتاستروفه، یک فاجعه زیاد برای مردم تمام دنیا. ما باید فکر کنیم فقط تاجیکستان آباد باشد، فکر کنیم تمام دنیا آباد باشد. و وقتی که محیط گرد و اطراف اکولوژ من امروز ببینید پیشتر در جمهوری تاجیکستان یکم مای تمام کلها آب سر می‌دادن آدم‌ها بازی می‌کردن. امروز الکی 28 مای است، لیکن نه در کل ورزوب نه در کل کامسامول نه دیگر کلها مردم بازی نمی‌کنن. طبیعت تغییر یافت. چقدر که گراکلین میگفت سیات زمینی است، تمام چیز در تغییریابی هست و باید ما محیط خود را اکولوژ خود را حفظ کنیم که آینده مردم سالم باشن، عمر دراز بینن و طبیعت ما کرونا پوشونن. تشکر از شما. کتابچه بود براشورا 20 ورق لیچن راک نویسم دیگه همونا $100 بخرینم برای که همش من گفتم این یاد گیرم گفتم چه حالا یادمو میرسم. همون جایی که فرمولی آب هست همون آب فرمولش شون که فرمولی آب اشت آب میگم که اشش همون یکتا ودرات دوتا کسلرود حیوان شبیه کسلرود و ودرات. مثلا امروز ودرات نی بمب ساخت شدن، حالا ماشینای کار شدن که از آب چند تا مرسدس کارگیده که خراجاتش کم بنزین لازم نیست ودرات ریاکسیون میشه آب اساس حیاتی بلوگری دونی گرفتن آرامگاهی نقبخانی تغرل اطراری خدا رحمت کنه. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون اولئک هم المفلحون. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. الهی آمین. اجل کردیم سلام ثمرات کلام ربانی را بر ازای حق سبحانه و تعالی بر روحان جمعی انبیاء و اولیاء متقدم و مرسلین بر روی پرخصوصی مطهر منور صلوات پناه محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم بر این گذشتگانی همین منزل حکومتون بخصوص برای استاد شایع منطق و نویسنده زبردستی دهی خودخان و همین دیار نقیبخانی تغرل 7 پشته و 77 پشت رحمت کنه، قدم جایش مبارک شود، جای جنت شود، خدا گذشتهاش رحمت کنه، بی رحمت که همه را رفتیم که ما باید اینجا حتما
عاقبه کنه عاقبه Ha Bible Nurdome bu. Ha o kanıga benim şarkının dinlengi. Usually ne zaman kornet aktif başına çıkıyor. Lekin to profile dinlengi. Tipo yanlış. زیستن خوابی تا بزیستن
مادرم بر سرم گرگرد عمرم را نریزم مادرم اوکراین انگلیس اومدن ایروپورت آوردن خونه یک دوستان کشم دو دسته همش جابجا خسته اینجا اومده مرچت همش پکشتی این جمعه این پولو داد تمام دونه کلمه نه که میدور و بر میکنه Right, کوه پتی آب تماشا کن. کوه پتی آب. بک تماشا کن. بای روحات می‌گیری بای. Ana kini kalan abicim. Şu kuru kişi de ekranda. Yer mali ya. Geç. Hava kropki kalan. Tam da işte. ولی بدی مادم چی ترمای بو نچی افدرا Kan ta بابا شمایه Sağ adam çat yapsın. Bu gira. رادیاتا Taklan gir. Çi biraz var? این وای روز کنینه Baba ne yapıyor? Selamun aleyküm. Sen ne şunu ağabey? Hatta şu diye ben ağabey Mirza selam aleyküm. Şehre Düşenbe teşrif avardan ağabey Mirza manzarayı dinledim manzara bir dibet. Yine aynı İskenderkul. برای دمگیری آوردم آقای میرزا تماشا کنید آقای میرزا اینه بینید حلاوت داره این گل‌های شکفته در دوشنبه هست من می‌خوام آدم ها نیست آره این چیزی بسیار بزرگ است این جوتافرید است که در اینجا روی است
در جگر جو نیست این چیزی قیمت بها هست رفتیم آقای مزا حتی نشده آقای مزا تو بیننده تو باید تو ماشین کفش تو برو بگی بیو گل سینا سوه دو تا غیره بسیار خوبه خودی من 5 کیلومتر بسیار خوب مهمان از شهر دوشنبه دوست من اینجا آقای پیانا بسیار خوب مایده میگم راستی میشه بریم السلام علیکم شما دی تو فقط ایرانی اینجا دوچگاه هست یا مخوش در ایرانی ها نام تاجیکی سعلق نام روسی گیاه یفریشت و خیلی وقتها جفت آفریده میگویم برای خاطر آنکه دو پیاز در بیخ اینجا گرفته شده است شکل ریشش شکلی گلش تمام مرحمت برش اکو برد مرحمت خالی نورا پرتوی خالی نای سرخ بنده یگون سنگ نمیغلطده همین خیل استادر بینید وقتش به نیسته رفته که آدم ها یک وقت خونه یا باید اول اول رو باید خونه باید اینم باید هی مردان خیرد همیشه به تقدیرند در کام بلای و حیله و تزویرند هرچند شوند آب و ادا در ره علم احسانی کسی ندیدگاه میرنده شالی زر روی مالی زر در کمره شالی
آی جانان بهار شده یو کلمه آی آی وقتی گلی خور شده یو کلمه آی جانان بهار شده سو کلمه آی آی وقتی گلی خور شده سو کلمه آی آی تو وعده ببر پای زنشان داده آی بر پا همه آب شده یو کلمه آی شالی سر روی مالی سر در کمرش شالی سر روی مالی سر در کمرش مگولی سنجی لباش مگولی سنجی لباش کرد آی جانان نگذشت من ندیدم روشه آی جانان نگذشت من ندیدم روشه آی روی ماله کشید و با کمی ابروشه آی روی ماله کشید و با کمی ابروشه آی جانان نگذشت من ندیدم روشه آی روی ماله کشید و با کمی ابروشه شالی زر روی مالی زر در کمرک شالی زر روی مالی زر در کمرک دکتر دکتر مگولی سنجی لباش کرد مرا در کوچه دیدی خنده کردی مرا در کوچه دیدی خنده کردی وسط نازو کرشمه بنده کردی وسط نازو کرشمه بنده کردی نکردی آشنایی ای فریدی نکردی آشنایی ای فریدی و پیشی جوره ها شرمنده کردی و پیشی جوره ها شرمنده کردی شالی زری مالی زر در کمرک شالی زری مالی زر در کمرک و گلی سنجی لبا شکرک و گلی سنجی لبا شکرک آی من آمدیم به دیدنی جانانه آی من آمدیم به دیدنی جانانه آی سربرگی سفیدی من برای خانه آی سربرگی سفیدی من برای خانه آی سربرگی سفیدی من برای سرگی آی سربرگی سفیدی من برای سرگی آی با آمدنی مرا خدا بدونه آی با آمدنی مرا خدا بدونه شالی زر روی مالی زر در کمرک شالی زر روی مالی زر در کمرک و گلی سنجی لبا شکرک و گلی سنجی لبا شکرک مرا در کوچه دیدی خنده کردی مرا در کوچه دیدی خنده کردی وسط نازو کرشمه بنده کردی وسط نازو کرشمه بنده کردی نکردی آشنایی ای فریدی نکردی آشنایی ای فریدی و پیشی جوره ها شرمنده کردی و پیشی جوره ها شرمنده کردی آی مالی سر در کمرک مالی سر مالی سر در کمرک و گلی سنجی لبا شکرک و گلی سنجی لبا شکرک مرا در کوچه دیدی خنده کردی مرا در کوچه دیدی خنده کردی شو یا که دیگه با میره دلبره کی یارا دلبره نه قراش تکرار میکنی با کی یارت باشم با کی زارت باشم دلبره کی یارت باشم عاشق کی زارت باشم شبا کی می نوشی من یارت باشم شبا کی می نوشی من یارت باشم رفتم جلوی مرمم نبود نداشتم رفتم ندارستم چادر نداشتم خود را ندیدم خود را ندیدم
عاشقکی داره باشم برکی یاره باشم عاشقکی داره باشم وقتا که می نوشی من پیاله داره باشم وقتا که می نوشی من پیاله داره رفتم راهی دور دور یار یار یارانه آوردنی هانی گل یار یار یارانه این دولتی جمال شده یار یارانه در حمله زیاد یار یار یارانه خانانه این لچک یار یار یارانه خدا من دو مزی من یار یار یارانه خدا من دو مزدارت یار یار یارانه کجوره های نزی من یار یار یارانه رفتم راهی دورا دور یار یار یارانه آوردنی حالی گل یار یار یارانه یار یار بیتر رفتار میگیره یار یار یارانه در حمله میرزا گل یار یار یارانه یار یار یارانه هوا مرا نگردم یار یار یارانه خدو قامت از گردم یار یار یارانه تو دانگی با باشی یار یار یارانه ویران مگردم گردم یار یار یارانه عروسه بردم عروسه خیلی نبرسه یا اشتاق پیشم جا سلام علیکم. من فتح‌الله رستم، اقتصادچی دانشگاه دولتی ملی تاجیکستان، فاکولته اقتصاد و اداره با دیپلم اعلاچی سرخ ختم نمودم. روز 25 مای سال 2010 گذشت کنگرس چهارم بین‌الخلقی در اینستیتوت تخمینی اقتصاد شده گذشت. ما رفته اشتراک کردیم، خیلی چیزا از تمام دولت‌ها مهمان آمده بود. ما سال آموختیم. روز 26 مای ما چیز رفتیم.